مقامات جسد فریضه خوجانظر ساکن دهه میاندوی ناحیه سنگوار طویلدره سابق را پس از 6 روز مرگ برای تشخیص طبی و سودی از خاک بیرون کردند. جسد فریضه خوجانظری 21 ساله که در بطن طفل 3 ماهه داشت، بگاهی 11 فوریه در منزل زیست خانه شوهرش آویخته پیدا شد. من مومن احمدی تفصیلات دارم. او را روز 12 فوریه بدون تشخیص به خاک سپردند. با تقاضای پدر فریضه که به فرضیه خودکشی دخترش شبهه دارد، روز 16 فوریه جسد برای تشخیص از گور بیرون شد. فریضه خوجانظر ساکن دهه لیران ناحیه سنگوار 2 سال پیش با حکمت الله جورابیکوف ساکن دهه میاندوی این ناحیه ازدواج کرد. در این مدت صاحب پسری شدند که حالا 1 ساله می باشد. خوجانظر علیف پدر فریضه روز 16 فوریه بر رادیو آزادی گفت دخترش پیش از مرگ از فشار خویشاوندان همسر، برادر شوهر و همسر او و خوشتامنش شکایت میکرد. من گفت که ابو جون گشنم تاریلیچ پویلیچم من تاری عذاب دارم میکشانم. من همین دفتر برام گفت ابو میکشان. گفتم دنیا بستوحی با چی محبت میکنی سین دخترچه خیلی چی محبت میکنی این دنیا بستوحی نیست که ترا کسی بکشد. ما ای همی برادری همی دمادمون میبینیم، ای خشتمان همی دخترچه میبینیم، ای زن هیوار ای زن امو هیوار دخترچه میبینیم. نصف روزی 16 فوریه تشخیص جسد انجام یافت و هنوز نتیجه این تحقیق معلوم نیست. در شعبه کارهای داخلی ناحیه طویلدره روز 16 فوریه بر رادیو آزادی گفتند که روز حادثه کارمندان میلیسا به جای حادثه رفتند، ولی بابای فریضه به تشخیص جسد مخالفت کرده است. هنوز نسبت به این حادثه پرونده باز نشده است و تصمیم در این زمینه بعد انجام تشخیص مقامات گرفته می شود. والدین فریضه گفتند که دخترشان در مناسبت با شوهرش هیچ مشکل نداشت و تنها پیوندان شوهرش او را اذیت می دادند. حکمت الله جورابیکوف شوهر فریضه خوجانظر بر رادیو آزادی گفت روز 16 فوریه مادر و برادرش برای بازپرسی به شعبه کارهای داخلی ناحیه سنگوار دعوت شدند. به سوال رادیو آزادی درباره حادثه مرگ مرموز همسرش، حکمت الله جورابیکوف گفت که روز 11 فوریه زمانی که فاجعه رخ داد در خانه نبود و به دهه همسایه برای تماشای سبقت بزکشی رفته بود. و اینچنین گفت که دعواها در زمینه اینکه زندگی فریضه در خانه شوهر بد بود و مناسبت خویشاوندان او با همسرش سبب مرگ همسر جوان شده است هیچ اساس ندارد. گپورا کسی میگه خطا میکنه. این کار در نصیب ما که اومدگی ای ما کار اکا می تحقیق خداوند راستری ما می روز آواز این گپا موما نکن نیستن نمو خسر ما کسی هست نیست اینا در عدل کشک دارن. این گپا نیستن. این گپا اکا دروغان کسی میگه. این گپا خلشی سخن روز بگو. زیارتشاه جورابیکوف خسور فریضه نیز گفت او نیز جسد کلینش را آویخته دیده است و حیران است که این حادثه چگونه رخ داد. حالا تفتیشات باید به سوال اصلی پاسخ دهد که سبب مرگ فاجعه بار مادر جوان چی بود و تا کجا نفر می توانست در مرگ او دست داشته باشد. قانونگذاری تاجیکستان در صورت خودکشی بودن سبب مرگ انسان اینچنین فرضیه های مثل تا خودکشی رسانیدن را نیز پیش بینی میکند که بر اساس آن افراد مقصر در مرگ انسان به جوابگری جنایی جلب می شوند.